قند خونت بالاست، مدام نگران افت و خیز قند خونتی. شاید هم هر روز داری به این فکر میکنی که چطور بدون دارو قند خونتو بتونی کنترل کنی. نگران هیچ چیز نباش، چون چند تا راهکار طبیعی دارم که خیلی راحت میتونی با اون راهکارها قند خونتو تنظیم کنی و سالمتر زندگی کنی. صبح که از خواب بیدار میشی، ناشتا آب و دارچین بخور. حالا چطور باید درستش کنی؟ یه تیکه چوب دارچین رو توی آب گرم میندازیم و 10 دقیقه میذاریم که دم بکشیم. این دمنوش رو باید هر روز بخوریم، چون دارچین به کنترل قند خون کمک میکنه و سطح انسولین رو بهتر تنظیم میکنه و هر روز این کارو که انجام بدی خود تاثیراتش رو تو کاهش قند خونت میتونی ببینی. من منابع این پست رو توی کپشن براتون مینویسم که به اهمیت تاثیرگذاریش پی ببرید. پس حتما کپشن رو مطالعه کنید. حالا اگه بازم میخوای روش‌های دیگه رو هم بدونی که چه جوری قند خونت رو کنترل کنی، همین الان کلمه قند رو توی کامنت ها برام بفرست. مطمئناً میتونم راهنماییت کنم، چون اینجا در کنارت هستیم در مسیر تعادل و تندرستی.